سلام دوستان، امروز خودرو موستو رو داریم با یه آموزش‌های خوب و مفید. یکی اینکه در داشبوردش رو می‌خوایم اوکی کنیم، یکی هم چراغ انگار داخل داشبوردش قطع شده، شاسی هم نداره، می‌خوایم شاسی سوار کنیم. از شاسی کاپوت پراید استفاده می‌کنیم و یه پیش موره 8 واسه پایه بغل که شکسته در داشبورد میفته پایین. نه چراغ سقفی عقبه بهتون میخوام آموزش بدم که خودتون با کمترین هزینه راش بندازید و این چجوری نصب میشه کاربردش. خب دوستان نگاه، این بغل این قاب چند تا پیش داره، تقریبا 2 4 5 تا پیش داره. بازش میکنیم اینجاست که از قبل ما سیما رو آماده کردیم و قطع کردیم. این دو تا اینجا یه دونه هم شاسی کاپوته اینو دور این میپیچی، سیم برقه